داستان از اونجا شروع شد که پیامی مبنی بر انتقال یگان ویژه با ماشین‌های یخچالدار میهن بدون هیچ سند و مدرکی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. عده‌ای سوار این موج شدن و بدون مدرک و سند این خبر رو در شبکه‌های اجتماعی پخش کردن. افراد زیادی هم این خبر رو باور نکردن چون مستندات دقیقی برای اثبات خبر وجود نداشت و صرفاً موجی برای گمراه کردن مردم بوده. خود پیج میهن هم این خبر رو با بیانیه‌ای تو پیجش تکذیب کرد. قبلا همین ویدیوی توضیح نامناسب بستنی بین مردم وایرال شد تا میهن رو زیر سوال ببره. دوستان همکنون بستنی میهن اومده داره بستنی میده. کاملا واضح و روشنه که این لوگوی برند میهن نیست. عکس دومی که وایرال شده رو ببینید. به لوگوی روی این ماشین خوب دقت کنید. این لوگو مربوط به ماشین‌های مهرانسرد، ماشین یخچالدار ویژه حمل مواد غذاییه. و این هم لوگوی شرکت میهنه. پس این دو قضیه هیچ ربطی به هم ندارن. اما سومین ویدیویی منتشر شده تو شبکه‌ها. اینجا چند تا ماشین با برند میهن و دامداران رو دور میدون می‌بینید. میدونید چرا اینجا وایسادن؟ طبق گفته مدیر حمل و نقل به علت بازگشایی مدارس در مهر ماه، واندبارها و کامیون‌های پخش کالا صبح‌ها از ساعت 6:30 تا 9 اجازه تردد در سطح شهر رو ندارن. و اما عکس دیگه که از ماشین‌های میهن دیدیم. شما هم میدونید توی مکان‌های مختلف مثل فرودگاه، دانشگاه‌ها، بیمارستان، زندان، سوپرمارکت‌هایی وجود داره که افراد از اون خرید میکنن. شرکت میهن هم برای تحویل محصول در این مکان حضور داشته. میهن یعنی مردم، یعنی 35,000 نیروی کار، یعنی 100,000 نفر خانوار. با انتشار خبرهای بدون سند و مدرک زندگی هم میهنه خودمون رو تحت تاثیر قرار ندیم و با هم مهربون‌تر باشیم.